تو دل واتیکان کلیسایی قرار داره که هر گوشش روایتگر داستانی بزرگه. کلیسای سیستین. دیوارهای این کلیسا پر از نقاشی‌هایی از بزرگترین هنرمندان عصر رنسانس از جمله بوتیچلی و گیرلاندایو. اما شاهکار اصلی روی سقف این کلیسا قرار داره. اثری که میکلانژ اون رو توی 33 سالگی طی 4 سال و به تنهایی انجام داد. تو سال 1508 پاپ جولیوس دوم که میخواست کلیسای واتیکان به نمادی از قدرت و شکوه تبدیل بشه، از میکلانژ خواست تا سقف کلیسای سیستین رو نقاشی کنه. اما میکلانژ که خودش رو یه مجسمه ساز میدونست از این کار ناراحت شد. چرا؟ واسه اینکه اون هیچ تجربه‌ای توی نقاشی دیواری یا فرسکو نداشت، همچنین نقاشی رو در برابر مجسمه سازی کم ارزش میدونست. اما پاپ اصرار کرد و میکلانژ مجبور شد کار رو بپذیره. او مجبور بود ساعتها روی داربسته‌های بلند و ناپایدار تو فضای تاریک و پر از گرد و غبار به تنهایی کار کنه. اما چرا تنها؟ واسه اینکه میکلانژ به دستیاراش اطمینان نداشت و فقط اعتقاد داشت که خودش میتونه ایده هاشو به درستی اجرا کنه. میکلانژ انقدر تحت فشار روحی و فیزیکی بود که تو نامه‌ای به دوستانش نوشته بود این کار من رو به جنون رسانده. مرکز سقف کلیسای سیستین از 9 بخش اصلی تشکیل شده که هر کدوم بخشی از داستان‌های از خلقت جهان و بشریت بر اساس کتاب مقدس رو روایت می‌کنن. این نقاشی‌ها از آفرینش انسان و جهان آغاز میشن و با داستان نوح و خانواده‌اش به عنوان اولین نجات یافته‌ها پس از طوفان به پایان میرسن. بخش اول جدا شدن نور از تاریکی، نمایش آغاز خلقت، جایی که خداوند نور رو از تاریکی جدا میکنه. بخش دوم آفرینش خورشید و ماه. خداوند در حال خلق کردن خورشید و ماه برای تنظیم زمان و فصلها. بخش سوم جدا کردن زمین از آب. تصویری که خشکی‌ها و دریاها از هم جدا میشن برای تنظیم عناصر. بخش چهارم و مهمترین بخش آفرینش آدم. لحظه‌ای که خداوند زندگی رو به آدم هدیه میده و نمادی از ارتباط مستقیم الهی با انسانه. بخش پنجم آفرینش حوا. حوا از دنده آدم خلق میشه و شروع داستان زن و مرد. بخش ششم وسوسه و اخراج از بهشت. آدم و حوا فریب مار رو میخورن و از بهشت رانده میشن. بخش هفتم قربانی نوح و خانواده‌اش برای تشکر از خداوند پس از طوفان به خداوند قربانی هدیه میدن. بخش هشتم طوفان نوح. انسان‌های فاسد در سیل غرق میشن و نوح و خانواده‌اش از این طوفان نجات پیدا میکنن. بخش نهم شرابسازی نوح تاک میکاره و بعد از مستی اولین ضعف‌های بشریت بعد از بازسازی جهان به تصویر کشیده میشه. سقف کلیسای سیستین فقط یک نقاشی نیست، بلکه داستانی از مقاومت، خلاقیت و جاودانگیه. این اثر نه تنها تاریخ هنر رو، بلکه تاریخ انسانیت رو تغییر داد و هنوز بعد از 500 سال نفس‌ها رو در سینه حبس میکنه. کدوم بخش از این نقاشی شما رو بیشتر شگفت زده کرد؟ برام تو کامنت ها بنویسین و اگر این ویدیو براتون جذاب بود، این رو به اشتراک بذارید.